زیبا ای و من زیبا پرستم، تو برنا ای و من برنا پرستم. در این یک عمری کوتاهی که دارم، تو یکتا ای و من یکتا پرستم. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاباران. با تمنای خوشی های فراوان برنامه نوبتی خویش را حسن آغاز می بخشیم. مهمان امروزه برنامه ما نامزد علم های فیلولوژی دوسنت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی گوباجان غفورов، عضو اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان، استاد عزیزمان احسان رجبی هستند. خوش آمدید میگوییم به استودیوی ما. درود بر شما، سلام باشید. در هر برنامه با معنی های گرم و صمیمی مهمان خانه مخلصان برنامه آفتاباران هستیم و میخواستیم در برنامه امروز نیز یکی از غزل های استاد لایق را شرح و تفسیر میفرمودید. غزلی که انتخاب کردیم بدبخت آدمی که ندارد نشان خود بود. فکر و ملاحظه های شما بابت این غزل چگونه است؟ اولا تشکر میگویم بر آنکه باز هم برای شرح و تفسیر و وارد گردیدن به عالمی معنوی استاد لایق ما را دعوت کردید و به همه بینندگان هم سلام میگویم که عاشقان ادبیات و عاشقان شعر و عاشقان معنویت هستند. این غزلی که مورد انتخاب قرار گرفته است یک غزل بسیار هم خوب و از نظر معنی استوار است. استاد لایق یکی از شخصیت هایی هستند که واقعیتگرا و نفری که زندگی را در آینه شعر به ما می نمایانند و تصویری زندگی واقعی را با هنرمندی پیشیاروی خوانندگان میگذارند. بله. استاد لایق در همین غزل که خیلی یک غزل از نقطه نظری روانی بسیار هم پربار هست، میگویند که بدبخت آدمی که ندارد نشان خود، با عقل بر نمی کشد سود و زیان خود. در این بیت ما میبینیم که استاد لایق محوری اصلی نشان انسانی را در عقل دیده است، در به کار گرفتن عقل دیده است. یک شاعری دیگر هم میگوید که طاعت از دست نآید گناه باید کرد. یعنی در دنیا باید نقش آفرید، باید از خود نقشی گذاشت، باید کاری کرد، حتی هم اگر گناه هم باشد طاعت از دست نآید گناه باید کرد. یک کاری کرد، اصلا یک نقشی گذاشت در این دنیا نباشد. اگر چنین نیست پس به عمر خدا داده ضامن میشوی. بله. استاد لایق هم میگوید که یک نفری که بدبخت است آن از خود نشانی ندارد، یعنی یک نشانی که آمد و رفتش از این جهان هیچ نشان ندارد، هیچ یک علامتی ندارد، یک اثری نگذاشته است، مانند همون حیوانی که می آید و می رود، هرگز کسی را خبری نیست. و در دوم مثل میگوید که نفری که با عقل بر نمیکشد سود زیان خودشه، این هم یک نفر بدبخت است که اگر ما از عقل کار گیریم و میتوانیم بدبخت نباشیم. امروز هم روانشناسان بزرگ دنیا به اون نقطه رسیدند که آدم امروز باید که از 5 چیز باید استفاده کند. یکمش عقل، دومش علم، سومش مسئولیت، چهارمش مثلا اخلاق، پنجمش واقعیت. یعنی هم واقعیت، هم علم، هم عقل و هم اخلاق میتواند یکی از نشانه ها و شرط ها یا اینکه علامت های انسان امروز باشد. استاد لایق در بیت بسیار خوب میگوید که اگر انسان با عقل سود زیان خودش برکشد و از خود نشان میماند و بدبخت نمیشد، و اگر چنین نکند حتما و بدبخت حساب میشد. یعنی این غزل وابستگی با زمان معاصر البته یک غزلی بسیار روانکاوی هست. استاد یک روانشناس بزرگی بودند که در غزل‌های هم همین اندیشه های روانشناسانه را بیان میکرد. میبینید که به نظر استاد آدمی که از عقل کار نمیگیرد و سود زیان خودشه، فایده زیان خودشه در همون کارگاه عقل نمیسنجد، اون یک نمونه از بدبختی است، یک نمونه انسانی بدبخت است. یعنی که استاد لایق با برابر این که احیا کردن سنت های نیاگان، یعنی البته یک انسان عقل گرایی انسان را استاد در همین بیت البته باید گفت که
ما نمیتونیم با بررسی یا تحلیل یا اینکه شرح یک غزل تمام جهانی مثلا نگاهی جهان شناسی استاد لایق مثلا گوییم که چنین است، اما این زینه به زینه با همون غزل هایشون میتونیم اگر یک محقق لایق شناس باشد تمام اشعار استاد از نگاهی مثلا اجتماعی، از نگاهی فلسفی، از نگاهی سیاسی، از نگاهی فرهنگی اگر بررسی کند ما میبینیم که شخصیتی استاد لایق در کدام مقام است و جهان شناسیش در کدام درجه است و افکار و اندیشه مثلا زندگی شناسیش تا چه اندازه است. اینو ما میتونیم. در بیت دیگر میگوید که بی بهره عاشقی که نهان آه میکشد، بی بهره عاشقی که نهان آه میکشد، راز جهان نمیکند راز نهان خود. در عشق عاشقی یکی از کارهایی که بسیار شرط عاشقی نیست این عشق رو نهان کردن است، یعنی از عشق نگفتن است. یعنی که این شراب عشق اون بزرگان آمدن مثلا خیام رودکی، فردوسی، بخصوص مولوی آمدند و عشقشان گفتند و به جهان معرفی کردند و از شراب عشق خودشان هم شاداب شدند و تمام دنیا هم شاداب کردند. این شراب عشقشان آنها نهان نکردند، از عشقشان گفتند، چنانه که عشق فردوسی به وطن، چنانه که عشق رودکی به همون چی به عشق زن یا عشق مثلا مولوی بخشمس و عشق نظامی بزنش و هر یک این عشق‌های گفتند و از خودشان نشانی باقی گذاشتن با همون گفتن عشقشان. عشق این چیزیه که افتاد با دامن پشت نمیشن میگن عشق اون نیست که شما نهان کنید و همون نفری عاشقی که عشقش رو نهان میکند از عشق بهره هم نبرده، بی بهره عاشقی که نهان داشت نهان آه میکشد. یعنی این عشق جای آه و واه نیست، عشق جای آه کردن نیست. عشق برای رسیدن به عشق باید که عاشق به سوی معشوقش همیشه با هر کدام راه باشد، باید که جوش خروشی داشته باشد و رسد و عشق آهسته نشستن و پنهان آه کشیدن نیست. برای همین این میگوید که همون نفری که مثلا درونی آه میکشید و عشقش را آشکار نمیکند، عشقش را ابراز نمیدارد، محبتش را عرض نمیکند و محبتش را به یک حرف به یک نخل رشد میکند به درون دل، اون بی بهره از عشق است. نفری که بهره مرد است از عشقش یک عشق روزی عشقش را جهانی میکند. یعنی این روز عشق روزی اون نیست که نهان کنی، روز عشق پوشیده نمیشه، روز عشق جهانی باید شود و عشق های جهانی که اینها با همون عشق در دنیا حاضر از حضورشان بشریت افتخار میکنند، آنهایی که شراب عشق نوشیدن همه شاداب کردن، خودشان هم شاداب شدن و امروز هم ما میبینیم که میگیم که عشق مثلا مولوی به شمس میگیم. بله. در دیگر بیت همین غزل میگوید که سرسخت دلبری که خدارای بوده است، ناراسته از عشق دلارا روان خود. در اینجا هم استاد از ظاهر پرستی در نکویشی ظاهر پرستی حرف میزنه. یه نفری که اون دلبری که به حسن و زیبایی بیرونه اهمیت میدهد و خودش رو همیشه زیبا میگیرد و همیشه دست پی زیبایی، البته زیبایی ظاهری هم بسیار مهم است. بله. اما زیبایی و اون همون معشوقه که دلبری که روان عاشقش را عشقی همون عشق از روان عاشقش، از مثلا عشقش را در روان عاشقش جای نمیکند، در دل عاشقش جای نمیکند، ناراسته از عشق دلارا روانه، از عشق انمون عاشقش روان خودش آراسته نمیدهد و روش آراسته میکند، موش آراسته میکند، پیراسته میکند. اما با عشق درونش اگر پیراسته کند و آراسته کند با عشق اما عاشق اون میتواند سرسخت نباشد. و نه اگر ظاهر پرستی کنیم و اگر گوییم که فقط همون عشق به همون دنیای ظاهری گوییم و عشق در ظاهر و باطن باید که همجور باشد. من عاشق آن کسم که دلش با زبان یکیست، یعنی که هم دلش و هم زبانش و هم سیمایش، یعنی که خواهیم نخواهیم ما در عشق سه چیزی اساسی میبینیم. یکم زیبایی هم داخلی هم بیرونی، زیبایی باطن و هم ظاهری و زیبایی ظاهر.
و دانایی و نیکویی. همین چیزها زیبایی است. در کجا دیدید که نیکویی زیبایی نباشه یا زیبایی نیکویی نباشه؟ در کجا دیدید که دانایی زیبایی نباشه یا اینکه مثلا نیکویی دانایی نباشه؟ و هر این چیزها این شرط انسانی که بسیار هم در ادبیات هزارها بار تکرار به تکرار تصویر یا توصیف کرده شده است. این چیز است که ما ظاهر یک چیز را از ظاهر یک چیز معنی نبرداریم، بلکه در عمق فرو رویم و فهمیم که در ظاهر چی است و در باطن چی است. و یک حافظ در یک شعرش، شاید حافظ نباشد چون که سبک حافظ دیگر است، میگه که خوب روی گر ببینی عاشق حسنش مشو، حسن او در دل بگیر و عاشق نقاش باش. یعنی معنی که خداوند البته یک آفرنده، اما در ظاهر فریفته نشه. هر چی مثلا از دور میبینی مثلا آبگویی شاید روی سراب باشه، هیچی نباشه. بله. یا اگر میبینید که همین ما در راه میریم، راههای نو اگر دیده باشید، راههای وقتی که چی میکنن راههای نو میسازن، از دور ببینید مانند آب ها، مثلا از دور راه میبینید لیکن میبینید که آب نیو راه هست. این مانند که آب فکر میکنید میبینید سراب. برای همین هم در ظاهر فریفته نشم میگه. نه ظاهر پرستی کار آدم‌های عاقل نیست. از همین جهت اگر دلبری که با خودآرایی هم اگر دلآرای هم باشد، دل آرای باشد، سرسخت نمیشود. سرسختی میدونید که یک نفری مثلا از برگشته، یعنی بسیار غم و اندوه دیده، از زندگی مثلا زندگی بسیار فشار آورده بابن، یک نفری که از زندگیش ناراضی، یک نفری که عاقبت پشیمان میشه، عاقبت مثلا ارمان دلش به نمیرسد، غیر بدبخت برگشته، بدبخت برگشته دیگه، بخت برگشته. واقعا شعر استاد لایق با برابری بهره‌مند شدن از معناهای نازک در هر شعر انسان با راه نیک هدایت میشه. البته یعنی استاد همیشه و در همین شعرش من بسیار وقتی که میخونید میبینید که یک شاعری بسیار توانمندی، واقع‌گو که هنرمندانه گفته است و از زمانه خودمون و هیچ وقت استاد لایق وقتی که شعر میگه در به نظر من جامعه امروزی، جامعه همون روزی خودش، جامعه تاجیکان، جامعه مثلا افکار و اندیشه شرقیانه پیش نظره، با وجودی آنکه برخوردها از عالم غرب و از تفکر غرب هم داشت. یعنی بسیار میخواست که در همون در زمان خودش، شاعری زمان خودش باشد و درد و آرمان‌های و همون آنهای خواهش‌های و خواستارهای همون خلق خودشه به زبان بسیار ساده و بسیار بزرگ فارسی گوید. و موفق ترین شاعرم این است که وقتی که در همون سرسخنی دیوان لایق استاد عبدالنویس حسازاده می نویسد که از نام یک شاعری بسیار موفق تاجیک میگوید که وقتی که من شعرهای استاد لایق میخوانم فکر میکنم که خیالم من گفتگی باشم همینه. بسیار رشک سفید میبرد و خودش گفته نمیتواند، با اون خاطر که همه چیز هر کی گفته نمیتونه. و استاد لایق که همین جامعه بسیار مشاهده میکرد و بسیار خوب میگفت، ببینید نشان راست هم برا. اگر یکی از خصوصیت‌های غزل‌های استاد لایق این است که شما برای همین دانشجوی هم معنی پیدا کردن میتوانید دهید. برای یک نفری که مثلا نامزدی فن یا یک فیلسوف یا یک متفکر است، برای آن هم یک برداشتی هست. برای مثلا جوان‌های هم، برای عاشق‌های هم، برای خواننده عادی هم معنی‌های بسیار هم نو و عجیب میدهد که انسان از مطالعهش لذت میبره. یعنی از تفکر اندیشه هر نفر وابسته به تفکر اندیشه میتوانند که از شعر استاد لایق برداشت گیرند. هر کس با اندازه تفکر خودش برداشت میکنه. و بیت دیگرش ای حیف آن جوان که کشاکش شعار اوست، بیهوده حیف میکند عمری، بیهوده حیف میکند عمری جوان خود. یعنی این حالت طبیعی است و ببینید که همین در جامعه امروز هم جوانهای ما همین یک نافهمی های به مادرش دارد، به پدرش دارد، نافهمی های در همون همکارش و هم سینفش و هم کورسش دارد. یک همیشه به جایش خروشی که باید که خودش اثبات کند که وای ناز وای درست راه رفته ایستاده و به راه درست است. یک طبیعتی جوانی همیشه که ای جوانی خوشی های محبت رو نمید. همیشه یعنی که یک دوست داشته است که همیشه در جنگ و در همین کشمکش خوده. اگر این کشمکش ها شعوری تو میشن میگه عمری جوان تا هم تو گذرم. یعنی هم تو گذراندن به معنای اون که در جوانی بسیار چیزهای میتوانیم که ما از خود کنیم. اگر یک تربیتگر، اگر یک محیط بسیار هم
بسیار هم تاثیرگذار باشد جوانی های ما برباد نمی رود. جوانی به معنی اون که در جوانی ما می توانیم بسیار یک از روی مثلا یک نقشه معین دانش های اساسی زمان از خود کنیم، از روی یک برنامه معین طرح زندگی من بعده سازد جوانی امروز ها. یا از چیزهای بسیار هم اگر اوله های تربیت دیدی، اوله های بسیار اینتلیجنسی یا اینکه اوله های اصیل زاده بینیدگان در تربیت جوانی همون فرزندشون بسیار کارهای میکنن که مبادا جوانیش مثلا زامین نشود. بله. برای همه هم اگر همین شعار جوان در کشمکش و در کشمکش های بیهوده، کشمکش یا اینکه در همین وقتش صرف کارهای بیهوده کند، هر میدانید کارهای مثلا انواع کارهای بیهوده که جوانای ما بسیار هم مشغولند اما این عیب آنها نیست، لیکن محیط باید، جامعه باید، حکومت باید اینها برای یک برنامه مشخص در تربیه بگیرد و البته چنان مناسبت کند که آنها هم فهمند. یعنی تربیت دادن فقط جوانی امروز به یک تربیت نمیشود. ما بسیار تربیت دادیم که جوان‌ها هم بیزار میشد از تربیت بعضی. برای همین چنان فهمید که این جوان‌ها در عمر خود برای کشاکشی، برای من راست گفتم تو دروغ گفتی، پدر تو نمیفهمی، مادر من نمیفهمم، دیگر چیزهایی که اون همون نافهمی‌های اجتماعی و نافهمی‌های مثلا زندگانی دیگر چیزهای جوان‌ها هم به مشغول نشوند میگد و میگد که ای حیف آن جوان که کشاکش شعاری است. همیشه در یک من هستم، من خوبم، من میتوانم، من باید که این کارو کنم، این چیزها ببینید که یک شعاری جوانای ماده. هر وقتی که شما میگویید ما اشتباه جوانای ما دارن و چیکار میکنن؟ اشتباههای پدر و کلان سالانه بزرگسالانه تکرار میکنن. اما وقتی که بگویید که شما این کارتون غلط و با شما بحث میکنن، کشاکش میکنن. چرا؟ چون که اونها هنوز به این درک اون مسئله نرسیدن، چون که اینها فهمیدن، میگوین که همین خیلی اگر همین کارو کنی اگر بسیار خوب نیست، اونها میگن که نه، حالا اینکه بدیش به من معلوم نیست. برای همین اگر شعاری جوان، اگر ای حیف اون جوان که کشاکش شعاری است، ای حیف اون بیهوده حیف میکند عمری جوان خود. یعنی این چیزا باید که یک اشاره کتی استاد یک تربیت هم میگوید، تربیت هم میدهد. ای صد دریغ قادری که با ضعیفکان لاف و گزاف میکند از بازوان خود. یک نفرهایی هستند که از بی‌فراستی، از دون فکری، از یک آنهایی که خودشون از نظر جسمانی بسیار پرقوت هستند، از نظر جسمانی پرقوت هستند، اما پیشی همون نزدی اون آدمایی که ضعیف و ناتوان و اونهایی که از اینها نازورتر هستند، یعنی که با خودش رو تعریف میکنه. این کمال بی‌فراستی، اصلا بی‌فراستی کمال هم ندارد، لیکن یک بی‌فراستی محض این که تو هم زور باشی از نقطه نظر جسمانی، هم زور باشی و هم برای از خودت چیزها، از خودت نازورترها چیکار کنی؟ خودت با تعریف کنی. این یک نقطه نظری، هم تو از نقطه نظر یک عادی. از نقطه دیگر نظر این که یک نفری که اگر دورو باشد و توانا باشد و مثلا یک دولتمند باشد و پیشی کم بغلا بیاد و از بایگری خودش تعریف کنه، این هم یک بی‌فراستی محض که همه میدونند که تو بای، همه میدونند که تو دولتمند، همه میدونند که عدسه که هر چی باشد میبیاد اون کار، چون که پولت هست، دولتت هست، منصبت هست. تو پیش یک کم بغل بیچاره که هیچی نداره پیش تو اومده است، برای چی خودت یک قطار تعریف میکنی؟ فهمیدید استدید؟ بسیار این چیزایی که یک نوعی خاکساری هم تلقین میکند که این چی میگه؟ ای صد دریغ همه آدم میگه که همخی میکنه. بله. افسوس که میگه این آدم همخی میکنه. این آدم باید که فراستش رسد این کارو نکنه، اما همین کارو میکنه. خلاصه استاد لایق چگونه است؟ مثلا در دو بیت اول جنبستی، این بیت های جنبستیش هم بسیار هم مؤثر، بسیار هم عجیب. میگه که افسوس شاعری که جهان را ندیده است، افسوس شاعری که جهان را ندیده است، محبوس خویش مانده است اندر جهان. و بسیار شاعرایی داریم که از جهان امروز نمیگه سخن و خودش هم مال جهان امروز نیست و تفکراتی هست که از جهان نمیگه. تصور کنید هزار ما مشکلات داریم، هزار ما زیبایی های داریم. مثلا یک آب خوردنی کبوتر از دریا،
یا اینکه یک نفری که کودکی که مادرش به یک چیزی میده خودش نمیخورد و مادرش میبرد، یک نفری که مثلا عربه کشی میکند ها بیگاهی میشه پولش کسی میگیرد یا بی پول یک نفر پولش نمیدهد ها، یا یک مهاجری که میره چقدر عذاب میکشه ها وقتی که در کوچه ها خوب میره برای مثلا کودکش پول جمع میکنه. بسیار 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 جهانی ما با این خیلی مشکلات هست که میتواند موضوعی اساسی یک شاعر شود اگر استماع باشه ها. ما بسیار بسیار چیزا داریم که شاعرای ما تاثیر نمیکنه و شاید نتونه، بسیار چیزا هست که و تصویرش عموما لازم نیست اما در شعرش دیده میشه. بله. فهمیدید سادین؟ این میگه که افسوس شاعری که جهان را ندیده است، جهانی خودش در جهان خودش نیست، جهانی واقعی خودش نظر نمیکنه و محبوس مونده است که برای منفعت خودش مثلا چیزی که خودش میخواهد باید گوید و جهان خودش جهان مولوی میگه که برادر یک دم از خود دور شو، یعنی برادر یک دم از خود دور شو بر خود او غرق بحری نور شو. وقتی که این از خودشون هم دور نمیشن تنها گفتهش اصلا این گونه شاعر نیستن، لیکن اگر یک استعداد داشته باشه یک هنر هم داشته باشد از جهان خودش مثلا فاصله ها دور هست دیگه. وقتی شعر میگوید که ممکن اگر شعرش شما تحصیل کنید تحلیل کنید اگر نقدی مثلا ادبی کنید اگر نقد کنید اگر میبینید که وای اندیشه های او دوره های عصرهای میانه یک چیزهایی میگوید که نه به درد خودش میخورد نه به درد جامعه امروز میخورد نه درد. مثلا میبینید که شاعرای بزرگی ما همون شاعرای بودند که مردم تمامی همین یک دردشون از درمان میگرفتن از شاعرای بزرگ، یا اینکه خودشون یک چیز گفته نمیتونن اما زبانی شاعر شاعر زبانی خلق است، شاعر زبانی ملت است، هر چیزی که همه گفته نمیتونه شاعر میگه و شاعر دسترس میگه تاثیرگذار میگه. اخیری همین بیت آخرین استاد این است که ای وای تاجیکی که فراموش کرده است اصلی خود و زبان خود و هم زبان خود. یعنی استاد در همه بسیاری از همین اشعارشون از تاجیک بودنشان افتخار میکنند و به منفعت تاجیک یک بیت یک جنبست عجیبی میکنند و در همون دوره هم میگن که وای همون تاجیکی که میگن فراموش میکنند، میگه چیه زبان خودشه اصل خودشه. اصلا تصور کنید یک نفری تاجیک باشد یک موافقت برسته گوید که من تاجیک نی و این چی است؟ وای همون نفری که از تاجیک بودنش اور کند، از تاجیک بودنش مثلا فاصله گیره، از تاجیک بودنش یگان کس مثلا شرم دارد. این خیلی نیست. اگر شما زبان شما اصل شما اصالت شما زبان خودتان اعتراف کنید باید که از تاجیک بودنتان افتخار کنید اعتراف کنید و این بسیار چیزی مهمه. این که استاد پیش از یک تاجیکی دانشمندی هنرمند بودند که در همین غزلشون هم همین صفات‌های بلند انسانی و بلند جوانمردی استاد در همین غزلشون هم به قلم آمده است. تشکر زیاد برای صحبت گرم و صمیمی اظهار منتداری اهل تهیه‌گرانی برنامه را می‌رسانیم. بسیار شرح و تفسیر پرمعنا بود که بینندگان گرامی ما از معناهای دامنه‌دار و پوشیده این غزل آگاه گشتند. یعنی این غزل با برابری غذای معنوی بخشیدن اینچنین برای تلقین و ترغیب نمودن انسان کامل مهم می باشد در جامعه امروزه ما. البته خوش آمدید به برنامه آفتاباران. از نگاه هم شراره خواهد ماند، از بساط هم ستاره خواهد ماند، در کنار زمین اجدادم قلب من پاره پاره خواهد ماند. بینندگان گرامی تا هفته آینده خیر خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.